خدا حرف ندارم گوشتم. چرا چیزهایی میگی که احتمالا نمیتونی منتشر کنی؟ ما از امروز قراره که یخ پادکست رو بشونیم. یک سری رفتارهای عجیبی احتمالا از من و تارا می‌بینید صرفاً برای یخ پادکست شکسته بوده. من یه چند تا وسیله هم برای استودیو گرفتم. دمپایی رو فرشی چند تا گرفتم، یه آبچکون دیجیکالا و تابلوهای اختصاصی فیلمسری و یه دمپایی گرفتم. استودیو برای دوست صمیمیمه که حمایتمون کرده که اپیزودا رو ضبط کنیم و هیچ جوره نمیتونم زحمتش رو جبران کنم، هیچ جوره، انقدر که این آدم کاردرست حمایتگریه. بریم برای ضبط. سلام، خوبین؟ چقدر حس عجیبیه. نمیدونم مثلا این تیکه استفاده میشه یا نه. صرفا خواستم بگم من رسیدم، منتظر تارا و خانم مجیدیم که بیان. سمیرا خانم و تیمشون تو آماده نشستن و خانم مجیدی رو نیومدن دیگه. قراره بریم ضبط اپیزود 5 پادکست اگه اشتباه نکنم. خانم مجیدی اینا گم کردن آخرشو. مگه با خانم مجیدی با هم نبودیم؟ من فکرم با هم داریم میان. خانم مجیدی سلام. فکر کنم بتونید اونجا پارک کنید. اینجا هم جا میشید. خوبه. چی؟ به خدا که پادکست اونقدرم که فکر میکنید راحت نیست. تارا احساس میکنم امروز رو مود نیستی. رو مودم فقط یکم ترافیک بود و احساس میکنم که دیر رسیدم میذاره. بچه این روسریم خوب نیست نه؟ چرا چون خوب تمی مشکی داره. آوردم یه چند تا آوردم. دیروز یه نفر واسم نوشته بود که روسریاتون رو چطور نگهداری میکنید. روسری رو با دست نشورید حتما بهت خوشویی و دیر برید خوشویی و تو رگال که دارید آویزون میکنید با این کاورهای پلاستیکیش آویزون میکنید و رو این آویزتون این مخملا باشه، از این آهنیا نباشه که روسری رو اینطوری از چیزش جدا کنه. حتما یه پارچه‌ای باشه. ولاگ‌های فله درس زندگیه بچه ها جون. یعنی ما صرفا توی حوزه کار به شما آموزش نمیدیم، در حوزه زندگی همه چی. پودر فیکستون چه مارکیه؟ مارک آرت دکوره. راضی؟ خب راضی نیست. فقط واسه ضبط پادکست چون من میکاپ نمیذارم، برای میذارم که نور برنگرده. دارم میدونم نهار چی بخوریم؟ مهمه. خب خانم مجیدی امروز کلن حستون چیه؟ امروز مجبورم حساب نکنم باشه چون تا ساعت 7 عصر کار داریم. ما رویدادم داریم. باورت میشه؟ از اینجا میریم چیز؟ اینجا هم 30-40 نفر مهمون داریم. مسیحا گفته یه کاری کن که انگار داره بهت سخت میگذره. آیا توی پادکست ها تو ضبط ها بهت سخت میگذره مسیحا؟ آره یه زن اینوری خانم مجیدی به شما سخت میگذره؟ گفتن بگیم سخت میگذره، پس شاید میگذره ولی ابتدا به من خوش میگذره. خوبه؟ خیلی سخته میگذره. سنگینه. تارا به نظر الان یاسمن داره چیکار میکنه؟ به نظرم الان خوابه. اونا تازه ساعت 11 اینا. نهار چی بخوریم؟ مهمونمون اومده. سلام، خوب هستین؟ خندایی ما داریم ولاگ میگیریم. کارگردان پادکستمون هستن. ببینم یه سوال، الان میخوای به بکلایت بدی؟ میخوای فیلایت بدی یا میخوای پشتشو بدی؟ من میخوام بکلایت بدم. بکلایت بدی یا سوژن؟ خب این اصلا بکلایت بکنم. دارم همین الان میشه که یه نور خفیف بده اقتدار جداش کنیم کارگردان. از بعد
خیلی بلدم. چه از من بله. کار در شهرستان. پشت ما جنگه ولی طبیعیه. پادکستی که میبینید کلی آدم بابتش تلاش میکنن که یه خروجی خیلی با کیفیت داشته باشیم. ما کار خاصی مسئول خاصی ولی دوستان به زحمت بکشن. دوستان خانم روشن سلام، خوب هستین؟ روزتون بخیر باشه. یه توضیح کوتاه از خودتون میدید به غیر از اونی که تو پادکست قراره باشه دیگه؟ من ستاره روشن هستم، 34 سالمه، نویسنده، روزنامه‌نگار، فیلمنامه نویس و مدیر انتشارات صوتی تنین ایرانیان. هم کتاب بخونید، هم کتاب معرفی کنید، خیلی جذابه و حس خوب بهتون دست میده و میتونید این حس خوب رو بین بقیه منتقل کنید. مرسی، شما چقدر خوش انرژی. مرسی عزیز دلم. قربونتون. اون کتابایی که برای نوجوان نوشتیم، ارتش ششگرد اینا رو بیشتر دوست دارین یا کار کردن برای بزرگسالان دوست دارین؟ اصلا دو دنیای مختلفه. من خیلی جفتشو دوست دارم و کار کردن تو حوزه کودک و نوجوان، همین الان بخش صوتی هم حالا من روی این قضیه خیلی کار میکنم و واقعا هیچ وقت از کار کردن واسه گروه سنی کودک و نوجوان پشیمون نیستم، ولی آدم خب دوست تجربیات متفاوتی هم داشته باشه دیگه. اینم جذابه، نمیشه گفت بزرگسالی نمون، ولی خب واسه هر کدومش سری ایده وجود داره و کارهایی مثل ارتش ششگل و دنیای فانتزی چیزی نیست که فکر کنم بشه راحت از شرش خلاص شد، چون اعتیاد آوره. واقعا اعتیاد آوره. که کودک نوجوان میخونه. به همچنین خوشبختم از آشناییتون. دقیقاً میفهمم. من یه مشکلی دارم، سر صدا زیاده، بعد اینا نمیتونم بذارم اینجا. اینا از من میخوان از همه چی ویدیو بگیرم، بعد میرم وسط ویدیو بگیرم، هی میگن برو کنار. اینا به من گفتن انرژی تو غلاف کن، میخوای کار کنی. انگار من داشتم کار نمیکردم، منم داشتم کار میکردم. الان تارا جون چرا خانم نمیدونستن فیل سفید یعنی چی؟ گفتن که من قبول نگم پیش ضبط رو شما تماس گرفتین شخصی ولی من به شما گفتم شما همه چی رو باهاش صحبت کردی، شما گفتید بله من همه سوالا رو باهاتون صحبت کردم، فقط باهاش آشنا شدم. عصبانی. تلاش خودمون میکنم. بریم سر ضبط، بعد از این باید ساکت باشیم، نفس نکشیم، آقای خلدانی. کار سختیه بالاخره. موبایلت رو سایلنت کن. ایشالله. فیلم بردار قبلی اگر این ولاگو میبینه خانم مجید یه پیام خوب ما هست. پیام برای آقای کرمی نفرسته. آقای کرمی جاتون خیلی امروز اینجا خالیه، مخصوصا اخلاقتون اینجا الان نیازه، خیلی جاش خالیه. شما خیلی آقای کرمی رو دوست دارید. من خیلی دوست دارم. من آقای کرمی رو دوست دارم. آقای کرمی نه ولی دوست. خیلی اپیزود قشنگی بود، خسته نباشید. یه مهمون دیگه هم داشتیم و خیلی دوست داشتم بشینم تا عصر باشه بزنم. حیف. چک تایم. اپیزودو دوست داشتید؟ راضی بودید آقای کارگردان؟ خیلی. ضبط اول تموم نشد. واقعا الان یاسمن اینا به نظرتون دارن چی کار میکنن؟ یاسمن اینا فکر نکنم هنوز رفته باشن دفتر. فکر کنم بودن گل بخرم. امیدوارم که خیلی کیف کنید، خیلی آدم باحالیه، کاراکتر باحالیه. پیجش هم دنبال کنید، پیجش هم با اجازهتون دوستان بچه‌ها خسته نباشید. خسته نباشید. خداحافظ. خیلی زحمت کشیدین. بنده بله. سلامت باشید. سلام. شما هم زحمت.
چرا به من گفتید شما خیلی مزاحمی؟ اصلا اینو همه میدونن. به عنوان تنها نماینده از قشر سوشال مدیا مارکترها نه ما هممون اینستاگرام داریم. سوشال آره تنها نماینده نیست. نماینده کمی موبایل بیشتر دستشون. آها. من دارم دچار آزار شغلی میشم. از همینجا به وزارت کار میخوام شکایت خودم رو ثبت کنم. اینا دارن منو اذیت میکنن. شاید چون تو اول داری ما رو اذیت میکنی. من شما رو اذیت کردم. من داشتم کار میکردم. یه فکت رندومی که شاید درباره من دوست داشته باشید بدونید که نمیدونم مثلا چرا باید درباره من دوست داشته باشید فکت رندوم بدونید که من بادون زمینی خیلی دوست دارم. نظرتون راجع به اپیزود اولی که امروز بفرمایید آب جوش و خسته شدم از تو به من نظر داد. خب مجیدی چی بپرسم؟ به نظر من خیلی اپیزود خوبی بود. خیلی ریل از توش در میاد. بعد من الان دکوراسیونم عوض شده برای ضبط بعدی، ولی قبلی خیلی اپیزود به نظرم جذابی بود و خیلی صادقانه صحبت کرد. خیلی یه تجربه جالبی که من با خانم همتی دارم، اولین برخوردم باهاشون بود که پیام ناشناس رو من داده بودم. بعد من بهشون گفتم که من اوکی هم که بریم یه جلسه نیم ساعته و اصلا آشناییمون از اون پیام ناشناسه شروع شد. آره واقعا برای خودم هم همیشه این جذابه که مثلا با و تو اوج ناامیدی پیام با حال خیلی بد من پیام نوشته بودم. فکر نمی‌کردم مثلا جواب بدم، نوشتم که نوشته باشم من اینجوری. اصلا نگران نباشین. سیو کنم حفظ کنم بعد بگم. تو پیش‌ضبط عالی بودیم واقعا. یعنی همون انرژی رو بریم. همون انرژی نیفته. هایپ میخوام. برم بگیرم؟ نه رفتیم بیرون. سفارش بدم؟ نه. پس انرژی نیفته. من وارد شدم فقط شما رو که میشناختم بعد چهره ایشون چون دیدم مثلا چه خوبه که یه نفر با اینکه باش حرف نزدم ولی احساس نزدیکی می‌کنم باش میشناسم. قربونتون برم. متأسفانه همه میشناسن چون تو اکسپدیت این معصوم است، مدیر سوشال مدیای پله به پله. مرسی ممنونم. اینجا هیچی منو دوست نداشت. همه خسته بودن ازم. نه انرژیت نیفته. بیشتر الان دیگه اون رو کردم فروش فقط. الان اگه من بگم که چرا مثلا چرا داری ادامه میدی؟ اون از کلا من چرا کار کنی؟ میگم اون حال خوبا یه جوری من شارژ گوشی من تموم شد. آنترا که اول توی اپیزود 2 بود داریم در صحبت میکنن ببینن چطور آقای فیلمبردار خوابید همه چی داره تموم میشه. خسته نباشید همگی. خیلی خوش گذشت کنارتون. ممنون. به منم خیلی خوش گذشت. خیلی تیم خفن و باحالی بودید و واقعا گفتگو جذابی. مرسی که اومدید. و شما که خیلی خوش اخلاقید. قربونتون برم. آقای خنداوی. فهمید شنیدید اینو؟ نه. کلا تیم خیلی باحال و خفنی بودید و تارا جون. ممنون. متشکرم. خداحافظ. خانم مجیدی شما نکنید این کارو تو رو خدا. نه من الان تو حسیات دادم ذهنم الان برای کار کنه. دستتون در یه دقیقه اومدید خودتون رو ببینید. اینجا استودیوی صمیمی ترین دوست منه. اینجا هر چقدر کار کنی کمه. خداحافظ آقای نهار چی بخوریم؟ بریم وقت کجا میرسیم؟ 14 و 55 دقیقه از چهارونیم بند کفش میبندیم و 4:30 رویداده و الان باید بدویم بریم دفتر. فکر کنم نهار کنسله. فعلا ما هر سری سر پادکست ها این حج
لباس رو داریم چون 2 تا اپیزود ضبط می‌کنیم دیگه. روسری و لباس باید با هم دیگه ست بشه برای خانم مجیدی و آره اینطوری. چطور بود کلا امروز؟ نه خوب بود، دوست داشتم. خیلی پادکست ضبط کردن واقعا باید تو علاقه‌مندیات باشه، چون هیچ چیز خروجی خاصی از لحاظ مالی نداره و اگر 2 تا 4 تا مالی ندارید بیاین سمت پادکست، چون خیلی پول میخوره، ولی خب اون نقاط دیگه‌ای که لذت بخشی، اثرگذاریه، ممکنه یه چراغی بشه واسه یه نفره جذابه. ما باید خیلی زود برسیم دفتر. تارا بیرونه. اما تارا رو سوار نکنیم بریم. اگه میشه تارا نباشه. خیلی بیرون با مزه وایساده. کجا بریم یه چیز خوشمزه بخوریم؟ وقت نداریم. بالاخره تو راه به یه چیزی میخوریم دیگه. امیدوارم راه دارن میرن. خواهم مدی میخوای تا یه جایی برسونیمتون؟ نه دیگه شما قربونتون خب شاید براتون جالب باشه که نیاز به مپ داریم. برای کجا؟ برای دفتر دیگه. بچه وقت داریم نیم ساعت یه چیزی بخوریم ها؟ به خدا نیم ساعت فقط وقت نداریم. دیر میشه. میتونیم الان سفارش بدیم بر دفتر. آره. میخواید سفارش بدیم؟ میتونیم این کار چی سفارش بدیم؟ چی میخوریم؟ رژیمی؟ چون ما هممون رژیمی. من که نه. من قطعا ما هممون خانم جدی اون کیکی که چیز پخته بود خیلی خوشمزه. کیک حبیب مهدیس. همشو خوردید؟ چون یه اسلایسش اومد 2 اسلایس که شما نخوردی؟ من خوردم ولی موندش برای فرداش روز فرد بود، شما نبودید رو خوردید. نه نمیگم چیز من نخوردم، میگم چجوری یه روزه میخورید چیزایی که میاد تو دفترتون؟ چرا؟ به چشم هم زدنی تموم میشه. ماشاءالله بگیم. نکنم یه سوالی که با هم میپرسیدیم این که الان بچه‌ها به نظرتون دارن چی کار میکنن؟ الان بچه‌ها احتمالاً دارن میز رو میچینن، شاید نزوده 4:30 مهمونامون میان. من خیلی خوشحالم دلم تنگ شده براشون، 2 ماه بچه‌ها رو ندیدم. فکر کنم دارن پذیرایی آماده میکنن حدسا. سلام. بالاخره رسیدیم به هم. خیلی روز عجیب غریب و شلوغیه. چیزهای معمولا رو دارم یه ذره مونده تا به غذا برسیم. خیلی خوشحالم. ساعت 3:30 و 1 ساعت مونده تا رویداد و بریم ما نهار بخوریم، بعد منتظر بمونیم تا مهمونامون بیاد. هنوز که نرسیدیم، تو ترافیک فردوسیم تا برسیم انقلاب و آزادی و اینها تا بریم دفتر. روزای رویداد روزای عجیبیه. اومدیم چیزای چاپیمون رو چاپ بگیریم، قبلش خریدای دیگر رو انجام دادیم. هوا هم گرم. من خیلی پیام ناشناس میگیرم، یعنی روزی بالای 30-40 تا پیام ناشناس دارم و جالبه یه چند نفر هستن که من اسمشون نمیدونم، یه نشونه گذاشتن برای خودشون. یه خانمی هست، یه آقای نمیدونم اسم خورشید. بعد این فکر کنم خانومه، چون یه بارم بهم گفتش که روسریتون از کجا میگیرید. بعد همیشه پایین پیامش برای من میزنه خورشید. صبح به صبح سلام صبح بخیر میگه، بعد یه جمله خیلی با انرژی برام میفرسته و من هر سری بهش میگم آیا من شما رو میشناسم، جواب من نمیده. و کلا داستان این ناشناسای من خیلی جالبه، اینکه آدم ها میان حرف میزنن و میگه ببین من اینو میدونم وقت نداری جواب بدی، اینو نزدم، حرف نزدم که شما یه جواب بهم بدید، حرف زدم که براتون تعریف کرده باشم. بعد دوباره بعد یه چند وقت میاد ادامه اونو واسم تعریف میکنه. بعد اینقدر بد عادت شدم به خوندن روایت آدما که یه وقتی 1-2 بارم این کارو
هم دیگه داریم کم کم میرسیم. اینجا همونطور که میبینید واقعا یک نفر بهشون گفته سلام خانم مجیدی، روز بخیر. چقدر بامزه که خیلی و من واقعا تا جایی که بتونم جواب میدم، یعنی انگار یه مسئولیتی رو برداشتم، روزی 2 تا 3 تا پیام خیلی فوری رو حتما جواب میدم، ولی اونایی هم که میخونم و ببینم که کمکی میتونم کنم بلدشم میذارم تو برنامه‌ام جواب. سلام، ما رسیدیم دفتر. اینجا آماده است برای رویداد. ما رسیدیم. خوش رسیدید. من نهار میخوام. سلام. اینجا نورش بده. نمیدونم چجوری. خدا کارامونو کردیم. کمک‌های غیبی هم برامون رسید، خدا رو شکر. خدا رو شکر. 2 تا تازه نفس اومدن. ساعت 5 دقیقه به 4. ما اومدیم تو دفتر و ندا سورپرایزمون کرد. ندا برامون از اینا خرید. خیلی خوبه. الان به جای خیلی چیز 4 نفره که تو گروه داشتم الان خیلی گرمه. بگو چقدر گرمه. خیلی بدوزهای قبل رویداد. من اصلا خسته نیستم. اصلا مشنم نیست. من خوشحالم که الان این دسته یکی دیگه است. الان بچه‌ها من ندیده بودمتون از ایدیاتون آوردم براتون. به خدا خیلی دوست دارم. بچه شعرهای هر کدوم فرق میکنم. من میخوام هر کی بزنم سر میزش شنبه اومد سورپرایز شه باشه. بچه با شما الان تو دست بیا. همیشه با غذا میاد. غذا گرفت. برام توضیح بده که چی شده بود. چیز تو کل مسیر داشت آهنگ گل بریزین رو عروس و دومان. راننده اسنافیه؟ آره نگاه کن. نه به خدا برای کسی دارم گل میبرم، بچه هم داره. سلام، من زهرام، راهبر کارگروه کتاب و خیلی خوشحالم که این تجربه رو سعادتش رو دارم که در کنارتون باشم و کلی به هم خوش میگذره. یعنی میخوام بگم که یکی از بهترین تجربه‌های کاری زندگیمه و اونایی که توی کارگروه کتاب شرکت نمی‌کنن راهبری مثل منو از دست دادن. کی ضرر کرده به نظرتون؟ آره. من کارگروه دونده باش وارد شدم. الانم که برنده رو هستم در خدمتتون. استوری بزن خیلی کار سختیه که روی همزمان شبیه مترجم همزمان میمونه، این که همزمان تو واقعا سختیه. ارتباط یک هوش مصنوعی با ابزارهای مختلف
منظورم چیه؟ بهش میگی که میخوام جواب ایمیل فلانی بدم. یعنی میگه که خب ایمیل رو برام بفرست میتونم جوابش بدم. اما اگه ازش مونده همین داشته باشه با نرم‌افزار ایمیل ما خودش پشتی یعنی ذهن انسانی باید پشتش باشه. خب بیشتر تماسش با من حرف می‌زنه. پنجاهمین جلسه مشاوره کسب و کار با اصل خرسندیان تو این شرایط اقتصادی. واو چه خوشگله. مرسی. قابل واقعا من عاشق این بازی واقعا قابل